آریابرزن آریابرزن سال 385 قبل از میلاد در دوره حکمرانی امپیر هخامنشیان چشم به عالمی هستی گشوده است. زادگاه او امروزه در لرستان ایران است. وقتی که او به دنیا آمد، شاه هخامنشیان اردشیر دو دولت را اداره میکرد. آریابرزن از کودکی شمشیرزنی را دوست می داشت. بر بر پدرش با اسب به هر کجا سفر میکرد. آریابرزن وقتی که 16 ساله بود، او یک جوان پهلوان شده بود. او بسیار میخواست نظامی شود، به ارتش هخامنشیان پیوندد. بالاخره او به سربازی یا به نظام هخامنشیان می پیوندد. هر سال در کشور هخامنشیان یا در امپراتوری آنها آزمون کمانکشی می شود. همین طور آریابرزن در کمانکشی از شاهزاده هخامنشی داریوش دوم می گذرد. او را شکست می دهد و به جای اول می براید. همین طور آریابرزن به اردشیر دوی هخامنشی نزدیک می شود. او هر کجای می رفت، علال خصوص شکار، آریابرزن را با خود می برد. حتی یک حادثه هم می شود. روز شاه اردشیر دو به شکار می رود. آریابرزن را هم با خود می برد. یک درنده به شاه حمله می کند. آریابرزن با یک تیر جان آن درنده را می گیرد. در نهایت شاه اردشیر دو او را به شهر شوش روان می کند. آن وقتها شهر شوش مرکز نظامی هخامنشیان به حساب می رفت. در این شهر نظامی آریابرزن 14 ماه تعلیمات نظامی می گیرد. بعد از این او به ستاد فرماندهی کل ارتش می رود. بعد از مرگ اردشیر دوی هخامنشی، اردشیر سه به سر قدرت می آید. آریابرزن 20 سال در ارتش او خدمت می کند. آریابرزن در زمان حکمرانی داریوش سه آخرین نماینده هخامنشیان به حیث ملازم شاه فعالیت میکرد. آریابرزن طی 3 جنگ میبیند دارای 3 هخامنشی از اسکندر مقدونی شکست میخورد. او مجبور میشود یک سپاه یگانه را تشکیل دهد. راهبری را خودش به عهده گیرد. او میگفت با من باشید، با هم آییم، ضد این گرگ درنده خیزیم و به او نشان دهیم که ما قوم پست نیستیم. ما کشته می شویم، ولی به آنها باید نشان دهیم، نباید خاموش باشیم. اسکندر مقدونی با سربازان بیشمارش چند مراتبه به لشکر آریابرزن ضربه میزند، اما یگان نتیجه نمی دهد. این گونه روی ها چندین مراتبه می شود. در نهایت دو فرمانده با هم می جنگند. اسکندر با شمشیر خود به شانه آریابرزن می زند. یک دست او بریده می شود. آریابرزن هم به شانه اسکندر یک شمشیر می زند. اسکندر هم زخمی می شود. آریابرزن با یک دست خیلی می جنگد. در نهایت
به زمین می افتد. سربازان اسکندر زود رسیده به تنه او شمشیر می زنند. آریا برزن در این محاربه جان خود را از دست می دهد.